به همه ما و شما معلوم است همه ساله هفته اول ماه اکتبر در سراسر کشور عزیزمان روز آموزگاران تجلیل می‌گردد. همه ساله ما این روز را بعد بالید خاطری آموزگارهایمان با یک شکوه و شهامت خاصه جشن می‌گیریم. و الان می‌خواهم شعر درباره آموزگار از ایجادیات استاد باقی رحیم‌زاده قرائت نموده باشد. شعر به نام نیکه آموزگار دارم، در انجمن به دستت چون تحفه سپارم، بهر سپاس خاطر دستت همه فشارم، منت پذیرم از تو دایم بر روزگارم. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی هم رهبر معلم. حرف درست خوانم از شوق می‌دمیدی، ناقص که می‌نویسم بر خویش می‌تپیدی. تا سربلند باشم بسیار سر خمیدی، بار گران مهنت بر دوش خود کشیدی. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی هم رهبر معلم. آموختر برایم آداب گفتگو را، وا کرده پیش چشمم دنیای آرزو را. سود برای مردم بخشنده بین امون را، در راه بختیابی معنی جستجو را. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی هم رهبر معلم. تقدیر نسل نورس بر سینه تو بار است، زین بیشتر به دنیا دیگر چه اعتبار است. آموزگار وانگه ممنون و بختیار است، شاگرد با وفایش بر خلق افتخار است. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی هم رهبر معلم. عیدتان مبارک آموزگاران عزیز. من آموزگاران عزیز را به عید کسبیشان تبریک گفته و میخواهم بهرشان شعر قرائت نمایم. ای معلم بازگویم بهر ما پیغمبری، از دل و دریای مهر پیغام ها می آوری. تا بگردیم هر یکی ما صاحب عقل و خرد، خدمت از جان می کنی و تو زیان بخت آوری. خدمتت را گر ندانیم ما ز عالم دور شویم، قدر استاد را ندانیم هیچ نبینیم کور شویم. معلم مثل شمع است، خود می سوزد و به دیگران روشنی می دهد. به خاطر معلمان که شمع سوزانند و به ما روشنی می دهند میخواهم با 4 مصرع عیدشان را مبارکباد گویم. ایا استاد چشمم با تو کردی، جهانی نو به من احیا تو کردی. زی اسرار سخن واقف نبودم، سخندانم در این دنیا تو کردی. عیدتان مبارک آموزگاران عزیز. به خاطر گرامی داشت رئیس آموزگاران، تمام آموزگاران دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد جان آسیمی و در سیما شما تمام آموزگاران زحمتکش جمهوری عزیزمان را به خاطر عید کسبیتان از صمیم قلب تبریک می نمایم. ای معلم صدقه نامت شوم، صدقه اعجاز و اکرامت شوم.